در نظر باشید قرار نامبردهای مجلس ملی در سال 2013 مسائل حقوق انسان بررسی پولیس‌ها و همطرفه مراجعات‌های شهروندان بخصوص در مورد تحقیق تفتیش جنایت‌ها نظارت روی قانونگذاری زمین انتظام بقایه‌گیری جنایت‌ها تأمین اجرای واقعی سندهای اعتنایی پروکوروری و سودی تأمین اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند علاسوس در مورد پیشگیری حقوق بیان‌کنی و جنایت‌های درباره نابالغان و جوانان سمت‌های افزایش‌یافت که مقامات پروکوروری جمهوری تاجیکستان حسابیده شده بودند. پیشگیری و مبارزه با کشتارها، تجاوز به ناموس، رساندن ضرر وزنی به سلامتی و خودکشی‌ها که حقوق و آزادی‌های فطری انسان را پایمال می‌نمایند، محور فعالیت مقامات پروکوروری حسابیده شده بود. از سال 2010 آغاز کرده مقامات پروکوروری در کم نمودن سنجش‌ها و بلند برداشتن ثمراناکی آنها شروع نمود. در دوره حساباتی شماره سنجش‌های پروکوروری نظر به سال 2012 1247 عدد یا 20% نظر به سال‌های 2010 باشد قریب 30% کم کرده شد. یعنی ما همین قدر شهروندان و تشکیلات و کارخانه‌ها را کمتر بی‌ضابطه نمودیم. سال 2013 از نتیجه بررسی سندهای اعتنایی پروکوروری 19500 نفر به جایگاه‌های انتظامی مالی و مالی کشیده 1900 پرونده‌های جنایتی آغاز کرده و مبلغ عمومی 273 میلیون تومانی ضرر آشکار کرده شده 234 میلیون تومانی برقرار کرده شد که از این 149 میلیون تومانی به بودجه دولت شد. نظر به سال 2009 در سال 2013 1018 نفر یا 55% زیادتر بیان‌کنندگان و جایگاه‌های انتظامی مالی و معمولی کشیده شدند. 863 عدد یا که 83% زیادتر پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شدند. قریب 77 میلیون تومان یا که 54% زیاد ضرر رسانده شده برقرار کرده شد. این نشان دهنده ها از آن شهادت می‌دهند که در حقیقت ما سنجش‌های پروکوروری را کم کرده باشیم هم نتیجه های آنها، ثمراناکی آنها کمی بهتر گردیده است. سنجش‌ها ثابت نمودند که گرچند حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت شهروندان بهتر شده باشد هم هنوز در فعالیت وزارت و اداره‌ها، مقامات‌های محلی و حکومت دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌ها کمبودی‌ها در این باره وجود دارد. مثلا رئیس کمیته زمین‌سازی ناحیه عین ناظمی و مدیر بخش سرمایه‌گذاری و اداره امور دولتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر چکاو باغ و جنوب با اجرای وظیفه‌های خدمتی خود بی‌مسئولیتی ظاهر نموده متناسباً بررسی 61 و 32 مراجعات‌های شهروندان را تامین نکردند و بی‌اعتنایی ظاهر نموده. منفعت‌های با قانون حفظ‌شونده شهروندان را در قانون پایمال نمودند که این باعث آغاز گردیدن پرونده جنایتی گردید. چنین قانون‌بیان‌کنی‌ها در شهر و ناحیه‌های شهری تاج‌قبادیان، پنج، بخش، خمسنگی، رودکی، پنجکین، اسفره، واژن و فروپشت، زفرآباد و دیگر ناحیه‌ها نیز آشکار و نسبت گناهکاران چاره‌های قانونی اندیشیده شد. با نتیجه سنجش‌های قانونگذاری درباره مراجعت شهروندان برای پیشگیری و برطرف نمودن کمبودی و قانونشکنی‌ها 610 نفر و جایگاه‌های انتظامی معمول کشیده شده. در مجموع 41 پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده. در مجموع 15700 نفر شهروندان با قبول شخصی پذیرفته شدند که از آنها 12741 مراجعات به‌واسطه از جانب کارمندان مقامات بررسی گردیده 1927 عدد یعنی 15% این گونه مراجعات اساسناک شده طلبات‌های مراجعات کنندگان خانه کرده شده حقوق‌های پایمال گشته آنها برقرار کرده شده است. مقامات پروکوروری قبول سیار شهروندان را با سفر در محلات قرار مانده به‌واسطه از طرف رهبری پروکوروری گنرالی باشد قبول سیار شهروندان در مرکزهای ولایت بدخشان، ولایت ختلان، صبح و ناحیه‌های تابع جمهوری تشکیل و گذاران شد. تدبیرهای بعد اجرای بند دیم زیربند 4 قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 28 فوریه سال 2013 اندیشیده شده ثابت نمودند که تا هنوز در فعالیت مقامات محلی و حکومت دولتی، زمین‌سازی، معماری، جماعت‌های شهرک و دیهات و شهروندان علاقه‌مند
قانونورزی‌های زمین جای دارد. در این سمت 478 سنجشوک درونده از نتیجه بررسی اونها 2300 نفر به جایگاه انتظامی مدیر و ماموری کشیده شده. 587 پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده، زیاده از 402 گکتار زمین به حالت اوله برگردانده شده. مقامات پرکاتورا با 554 قرار رئیسان شهر نویو اعتراض آورده است که از این 542 عدد عایدی زمین میباشد. تنها در ولایت سوق در اساس سندهای اطلاعی پرکروری 688 نفر شهروندان بنابر غیر قانونی به رویکرد احتیاجمندان وارد کرده شدنشان از آن برآورده شده. چنین قانون‌ویران‌کنی‌ها اینچنین در شهر ناحیه‌های کورو، ایشکوشی، منز، بختر، بخش، شهرتوز، ایسور، جرگت‌ها و غیره آشکار کرده. برای برطرف نمودن آنها چاره‌های ضروری اندیشیده شده. بعضا شخصان منصبدار مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، خودروکن شهرک و دیگر کمیسیون جمعیتی که مسئول پیشگیری و برطرف نمودن قانون‌ویران‌کنی‌ها به شمار می‌روند، خود دست بر قانون‌شکنی‌ها می‌زنند. مثلا موین یکم رئیس نویه گونچی در یک وقت رئیس کمیسیون قانون‌گردانی بولمون گفتید غیر قانونی با 167 نفر زمین‌های نزدیک‌آلودگی غیر قانونی تقسیم کرده می‌آید. یعنی که در 45 حالت همچون رئیس کمیسیون قانون‌گردانی غیر قانونی زمین‌های خالی را به نام شهروندان و خویش و تبارش که گویا در آنها عمارت باشد قانونی می‌گردد. اینچنین وقتی دستوری او رئیس کارخانه زمین قانونچی خدایبردی برای جدا نمودن زمین از ساکنان ناحیه مبلغ کلان پولی جمع می‌نماید. وقتی که این قرارهای درباره جدا کردن زمین با اعتراضات بیکار کرده می‌شوند، پول‌های جمع آورده را عقبه بر نمی‌گرداند و خدایبردی رهبر کارخانه زمین قانونچی برای خودکشی خود را به هلاکت رسانده در خدشه پیش از مرگش در این باره قید می‌کند. نوبسته از حالت ذکر گردیده مجلس وکیلان خلق ناحیه قانونچی پیشنهاد مقامات پرکاتورا را باید گرفتن روزگی برای به جایگاه کشیدن و افزودن اخبیت همچون معاون رئیس ناحیه و وکیل مجلس وکیلان محلی وکیلان خلق محلی رد نمود. بعد با دستگیری رئیس آن وقتهای ولایت روزگی برای به جایگاه کشیدن اخبیت را گرفته شد و او محکوم کرده شد. یعنی که بعضا رئیسان شهر ناحیه‌ها وکالت حکومت جمهوری داشتن را از خود نموده زمین‌های کشاورزی را برای استفاده غیر کشاورزی جدا می‌نمایند. مثلا در شهر وحدت و جدیدمی ایران شکر 4 گکتار و ناحیه پروژه جبر رسول و جدیدمی پرو پاورفیل 8 گکتار زمین‌های کشاورزی برای ساختمان زواد خیش و کریر خوب و در شهر استرابشان و شهروند خودبیدی 2.5 گکتار زمین کشاورزی برای ساختمان بازار جدا کرده داده شده است که همه آنها با اعتراضهای پرکاتور بیکار کرده شد. پیدایش راه و اصولهای نوی زمین فروشی در شهر و ناحیه‌های گرد و اطراف شهر دوشنبه خوجند و خوبان‌تهمه نیز به نظر می‌رسند که جهت آشکار و پیشگیری این قبیل جنایت‌ها تدبیر